خب حرکت‌های کامپرشن یا فشار دادن به این شکله که فشار میدیم و خیلی ملایم بریم جلو. به صورت براد کامپرشن یا کامپرشن وسی یا فشار دادن وسی در سطح وسی حرکت ما خیلی آروم انجام بشه، بیشتر تمرکزمون روی فشاره که داریم وارد میکنیم. برای باز کردن چسبندگی های مایوفاشیال فوق‌العاده این حرکت موثر. ترجیحاً این حرکت روی ساق و رون به سمت مفصل زانو باید انجام بشه، ولی برای جلوگیری از آسیب دیدن دریچه های لانه کبوتر خیلی زیاد نباید این حرکت رو انجام بده. پس به این شکل خیلی ملایم با سرعت خیلی کم انجام بده، مثل فیست استروک. فیست استروک سطحی بود، استروک با مشت بست خیلی سطحی بود، ولی اینجا عمق داره. برای باز کردن چسبندگی مایوفاشیال توی ناحیه ما انجامش بدیم نزدیک حفره پوپلیت دیگه فشاری وارد نکنیم. از بالا هم به این شکل ما فشار وارد میکنیم به سمت زانو. 4 تا انگوش به زانو مونده، به حفره پوپلیت مونده، ما دستمون رو برمی‌داریم. پس فشار زیاد و حرکت بسیار به آرومی انجام میشه.